روز یکشنبه در گردهمایی به مناسبت 39مین سالگرد انقلاب اسلامی که در سال 1979 شاه ایران را برکنار نموده است، پرزیدنت ایران حسن روحانی مردم این کشور را به وحدت دعوت کرد. ماه‌های گذشته در سراسر ایران راهپیمایی‌های ضد دولتی برپا شده بودند. 11 فوریه حکومت ایران با شعارهای ضد امریکا و اسرائیل در پایتخت تهران و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی گردهمایی‌ها تشکیل شدند. در میدان آزادی تهران حسن روحانی با خطاب به گردآمدگان مراجعت کرد. رئیس جمهور ایران از محافظه‌کاران، اصلاح طلبان، سیاستمداران معتدل و تمام گروه‌ها دعوت کرد که متحد شوند. او گفت تا زمانی که طرف مقابل سازش هسته‌ای را احترام می‌کند، ایران به قول خود وفا خواهد کرد. در مسئله برجام آمریکایی‌ها تاکنون چند نوبت برای از بین بردن این توافق مهم منطقه‌ای و بین المللی تلاش کردند. تا امروز آمریکا ناموفق بوده و من اعلام می‌کنم ملت ما به عهد خودش تا روزی پایبند است که طرف مقابل ما هم به عهد خود پایبند باشد. حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که کشورش به حفظ نظم و ثبات منطقه صادق بوده. بر این نظر است که تمام مشکل‌های منطقه باید از راه مشورت حل و فصل شوند.